سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره 4 تا از نژادهای ماهی لوچ رو بهتون معرفی کنیم. خانواده لوچه خیلی خانواده وسیع و بزرگی هستن و اکثرا هم کفخوارن و تنوع رنگشون هم خیلی زیاده و ماهیای خیلی خوشگل و جذابی هستن که از نگهداریشون تو آکواریوم مطمئنم لذت میبرید. امروز قراره 4 تاشون رو به شما معرفی کنیم. و قبل اینکه بریم 4 تاشو معرفی کنیم، از شما خواهشمندم که چنل رو سابسکرایب کنید و لایک و یه کامنت بذارید، چون چنل ما چا زدیم خیلی به حمایتاتون نیازمندیم. خیلی ممنون. بریم 4 تاشو بهتون معرفی کنیم. برو بریم. ماهی لوچ شماره اول لیست ما ماهی نیست جز لوچ دلقک. میشه بگیم که پرطرفدارترین لوچ توی بازار و خوش رنگ ترینشونه. به چند دلیلی که میگم. یک سایز خیلی بزرگی میگیره و حدوداً 30 سانت رشد میکنه. ماهی خوشگلیه و خیلی غذاخوره. گله‌ای حرکت میکنه که یکی از زیباییش به همینه. و این ماهی خوبیش اینه که خیلی سازگاری بالایی هم داره. میتونید با دیسکس نگهداری کنید. و ماهی گوشخوار هم حتی قابل نگهداری هستش و ماهی بد غذایی نیست، نه به غذا نمیگه و خیلی هم خوشخوراکه. دمای نگهداری لوچ دلقک بین 26 تا 28 باید باشه، چون این ماهی بعد دمای آبش گرم باشه و به بیماری سفیدک خیلی حساسه و اگه دما بیاد پایین زودی سفیدک میگیره و درمانش هم نسبتا سخته، چون این ماهی فلسای خیلی ریزی داره و نمیتونه پوست خودش زیاد در مقابل سفیدک مقاومت کنه و خیلی ماهی خوشگلیه و قیمتش هم یک مقدار بالاست، چون که بهتون گفتم به دلیلی که این ویژگی خیلی خفنه داره، ماهی خوشگل و جذابی هم هست، چون وارداتیه و تکثیری نیست. اکثرا این تکثیر ایران نیستش، این ماهی از تایلند میاد و وارداتی قیمتش هم یک مقدار بالاست. خیلی ماهی زیبا و جذابیه و خیلی هم خوشگله و پیش دیسکس و ماهی دیگه قشنگ میتونید نگهداری کنید. خودتون میگید چرا به این ماهی میگن لوچ دلقک؟ به خاطر پترنش. یه سه خط زیبا داره، دم و بالاهای قرمز و بدنی زرد رنگ که این ماهی رو نسبت به لوچه‌های دیگه متمایز میکنه و خوشگل تره و خیلی پترن زیبایی داره دیگه و میتونید از داشتن همچین ماهی زیبا و خوشگلی لذتشو ببرید. ماهی شماره 2 لیست ما ماهی نیست جز لوچ پاکستانی. ماهی لوچ پاکستانی ماهی خیلی زیبایی هست به نظرم و واقعا جذابه. پترن این ماهی پترنی یکم فرق داره با لوچ دلقک و پترن ببری مانند با رنگ قهوه‌ای طلایی کرمی مانند هستش. این ماهی یک مقدار پرخاشگره و یکم دوست داره کرم بریزه، ماهی‌ها رو اذیت کنه و بهتره که با ماهی‌ها یکم جوندار قوی نگهش دارید و با ماهی ریز اصلا نگهداریش نکنید. حالا بعضی موقعات با ماهی ریز هم سازگار میشه، حالا در صورتی که مثلا آکواریوم بزرگ باشه، اینم گله باشن و این چیزا. این ماهی تا 15 سانت رشد میکنه. شرط دماش هم این لوچ دلقک هستش. به سفیدک حساسن. اکثر لوچه به سفیدک حساسن چون فلسشون خیلی ریزه. یه جوری اصلا فلس ندارن، اونقدر فلسشون ریزه و ماهی جذابیه. تا 15 سانت گفتم رشد میکنه. غذا اینم بد غذا نیست، اتفاقا خیلی پرخورتر هم هست. به قدری حتی میتونه بخوره که شکمش داره میتره که نصفش غذا میشه کلا و ماهی جذابی خلاصه. اینم قیمتش خیلی کمتر از لوچ دلقک که تقریبا نصفشه، یعنی ماهی ارزونی هست تقریبا و معمولا سایز بزرگاش هر کسی هم بر نمیاد چون یکم پرخاشگره. سایز ریزاش یکم آرومن و میتونید تو کنید پلنت هم نگهداری کنید واسه سایز ریزشو، ولی یکم بزرگ میشه پرخاشگر میشه دیگه. خلاصه اینم ماهی جذابیه، میتونید از داشتنش لذت ببرید. و شماره لیست سوم ماهی نیست جز لوچ نیم نوار یا لوچ کلی که ظاهری شبیه به مار داره و اصلا شبیه لوچ نیست و با لوچه قبل اگه مقایسهش کنیم اصلا شبیه به اون نیست و فقط یه شباهتی داشته باشه اینه که مثل اون سیبیل داره دیگه. تنها شباهتش همینه. حالا به ظاهر مارگونش ما نگاه نکنیم، یکی از خوش اخلاق ترین لوچه‌ای که میتونید داشته باشید و خیلی ماهی آرومیه و آزارش به موچم نمیرسه. با بچه ماهی با شیرین با اینو کاملا قابل نگهداری هستش، یعنی معمولا سالندارات اینو میندازن میشه بچه ماهی حالا اضافه غذا رو بخوره. ماهی خیلی ارزونیه و قیمتش از لوچه قبلی خیلی پایین تره، فکر کنم 30,000 تومان 40,000 تومان پولش باشه و خیلی ماهی زیبا و خوشگلی هستش.
که این ماهی میتونه تا 12 سانتی متر رشد کنه و دمای مناسب این ماهی 24 تا 28 هستش که یکم مقاومت این ماهی در لوچهای قبلی بیشتره. درسته اینم پولکش یعنی پلساش خیلی ریزه، ولی مقاومت خیلی بیشتری نسبت به لوچهای قبلی داره. این ماهی باب آکواریوم پلنت هستش که فوق العاده عالیه. ویژگی این لوچ که با بقیه خیلی فرق داره و اینو متمایز میکنه اینه که بدن مارگونش جوریه که میتونه جاهایی از آکواریوم بره که شما دسترسی به اونجا ندارید یا ماهی دیگه نمیتونه اونجا رو تمیز کنه و اون قشنگ سوراخ جنبه های مثلا آکواریوم رو تمیز کنه براتون. هرچی آتشخال و غذا باشه رو برای شما میخوره و اینم خیلی ماهی زیبا و جذابی هستش که ظاهر خیلی متفاوتی داره و بسیار زیبا و خوشگل هستش و اینو شما میتونید تو آکواریومتون نگه دارید ازش لذت ببرید. و میرسیم به شماره آخر لیست ما، لوچ پروانه یا کت سفره. ماهی که از نظر ما فوق العاده ظاهر زیبایی داره و منحصر به فرده، یعنی یه جوری مثل این ماهی به نظر من نیست. چون ظاهر شدن نگاه کنه شبیه بچه سفره ماهی، اصلا خیلی ماهی خوشگلیه و این ماهی هم مثل لوچه دیگه است نگهداریش، فقط آب سرد دوست داره. دمای مورد نظرش 23 بهتر باشه تا 26 و جوری هم به سفیدک اصلا حساس نیست چون خودش سردابیه و خیلی ماهی جذاب و زیبایی هستش. و یه چیز بگم، این ماهی که با بقیه لوچه منحصر به فردتر میکنه اینه که این ماهی جلبک خواره. برخلاف بقیه لوچه که کف خورن، این جلبک خوار رو با آکواریوم پلنته و شما میتونید این ماهی رو در آکواریوم پلنت نگهداری کنید و ازش لذت ببرید. ازتون خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم اطلاعاتی که تو این ویدیو بهتون داده باشم به کارتون بیاد و بتونید ازش استفاده درست بکنید. خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. حتما لایک، کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه. خیلی ممنونم. یا حق.